شنیسل مرغ رو همه بلدن درست کنن. اینکه این صدا رو بده، سوخاریش ازش جدا نشه، رستورانی باشه، 0 تا 100ش رو بیا بهت یاد بدم. نصف سینه مرغ رو دقیقاً از وسط به این روش که میبینید تا انتها به 2 قسمت تقسیم کنید. بین کیسه فریزر بذارید تا بافت سینه از هم جدا نشه و با بیف دکوب بکوبید. 2 طرفش رو نمک، فلفل سیاه، پاپریکای دودی بزنید. همین کافیه. برای سوخاری کردن به این 3 تا ظرف نیاز دارید که ابتدا به آرد، نمک و فلفل سیاه بزنید تا طعمدار شه. به تخم مرغ پودر سیر بزنید روی تخمش از بین بره. مرحله آخر استفاده از پودر سوخاری با کیفیته که من از پانکو استفاده کردم که از همه فروشگاه‌ها میتونید تهیه کنید. جعفری خشک رو بهش اضافه کنید و هم بزنید. سینه مرغ طعمدار شده رو ابتدا داخل آرد، سپس تخم مرغ، در آخر داخل پودر سوخاری بذارید. روشو با پودر بپوشونید و با دست فشرده کنید. بعد از آماده شدن نیم ساعت داخل یخچال بذارید. توی این فاصله سیب زمینی ها رو به هر شکلی که دوست دارید خرد کنید. با آب و نمک نیم پس کنید. بعد از خشک شدن توی روغن سرو کنید. یه سیب زمینی ترد و جذاب داشته باشید. شنیسل ها رو داخل روغن داغ با حرارت خیلی پایین قرار بدید. بعد از سرخ شدن از تاب خارج رو روی دستمال روغنگیر بذارید. توی ظرف سرو به همراه سیب زمینی سرخ شده و سس دلخواهتون بچینید. حالا صدا رو گوش کن. نگم از طعم و خوشمزگی. به سادگی میتونید شنیسل رستورانی داشته باشید. نوش جونتون باشه.